الفبایم کتابی بی‌بهایم، برای علم و عرفان راهگشایم. 34 نفر خردترکانی که در آغاز سال خوانشی 2021-2022 به صنف یکمی آ به مکتب تحصیلاتی همگانی رقم 12 ناحیه سری آسیا قبول شده بودند، نیز در قطار دیگر همسالان خود اولین کتاب دانش الفبا را زیر راهبری معلمه صاحب تجربه و پیشقدم لطافت اسمت و ختم نمودند. دیروز بخشیده به همین مناسبت در مکتب نامبرده تدبیری ایدانه با نام الفبایم کتابی بی‌بهایم برگزار گردید. در تدبیر پدر و مادران و آموزگاران و خوانندگان شرکت ورزیدند. این خردترکان که با زبان مادری خود تاجیکی تحصیل می‌گیرند، نه فقط خواندن و نوشتن را، بلکه با این زبان زیبا شعر و سرودهای دلنشین و رقصهای دلربا را هم از خود کردند که پیشکش حاضری نمودند. در تدبیر دیرکتور مکتب دلارام اسدова نطق ارائه نموده، معلمه و خردترکان را با ضبط زینه اولین دانش تبریک گفته به آنها موفقیت‌ها تمنا نمود. در آخر از جانب ماموریت مکتب به این خردترکان دانایک گواهنامه‌های رمزی سوادخوانی سپرده شد. تمنای آن را می‌کنیم که این دانش آموزان من بعد نیز در فتح قله‌های بلند دانش کامیاب می‌گردند و برای پیشرفت وطن خود سهم گذاری می‌کنند. من الفبا می‌خوانم، بورا بورا